وقتی به هم میگن بیا من یه روزه بهت عکاسی یاد میدم. این شاطره. چیک چیک چیک. این تنظیم دستی دیافه. اینو پایین بذاریم. این تنظیم سرعت شاطره. این کمتر از 30 نباشه. این آست حساسیت. این اتوفوکوسه. دستیشم اینجاست. اینو بچرخونین دستی میشه. توی عکساتون حتما به نقطه طلایی توجه کنین. نقطه طلایی چیه؟ اگه این قاب شما باشه، شما پرگار رو بذارین اینجا، در طولتون یه قرص بزنین. اینو بردارین بذارین اینجا، در عرضتون هم یه قرص بزنین. این دوتا قرصا جایی که تلاقی میکنه اون میشه نقطه طلایی. این خیلی مهمه، توجه کنین. از خطوط نیرو استفاده کنین. کمپوزیسیون رو فراموش نکنین. خیلی مهمه. یه کیلایت و یه بکلایت هم داشته باشین. میخوای خودتون برین تو زنونه عکس بگیرین؟ من اولین بار دوربین دستم میگیرم و پس همون بذارید رو اتو. قبل از هر عکسم یه لا حول ولا قوت الا بالله بگید و توکل کنید. شاتر رو بزنید.